خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که فردا صبح اولین چیزی که جلویت آمد بخور و دومی را بپوشان و سومی را بپذیر و چهارمی را ناامید مکن و از پنجمی بگریز. پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با کوه سیاه بزرگی روبرو شد. کمی ایستاد و با خود گفت خداوند دستور داده این کوه را بخورم. در حیرت ماند چگونه او را بخورد. آنگاه به فکرش رسید خداوند به چیز محال دستور نمی‌دهد. حتما این کوه خوردنی است. به سوی کوه حرکت کرد. هرچه پیش می‌رفت کوه کوچکتر می‌شد و سرانجام کوه به صورت لقمه‌ای درآمد. وقتی که خورد دید بهترین و لذیذترین چیز است. از آن محل که گذشت تشت طلایی نمایان شد. با خود گفت خداوند دستور داده این را پنهان کنم. گودالی کن و تشت را در آن نهاد و خاک روی آن ریخت و رفت. اندکی گذشته بود. برگشت پشت سرش را نگاه کرد. دید تشت بیرون آمده و نمایان است. با خود گفت من به فرمان خداوند عمل کردم و تشت را پنهان نمودم. سپس با یک پرنده برخورد نمود که باز شکاری آن را دنبال می‌کرد. پرنده آمد دور او چرخید. پیامبر خدا با خود گفت پروردگار فرمان داده که من این را بپذیرم. آستینش را گشود. پرنده وارد آستین حضرت شد. باز شکاری گفت ای پیامبر خدا شکارم را از من گرفتی. من چند روز از آن را تعقیب می‌کنم. پیامبر با خود گفت پروردگارم دستور داده این را ناامید نکنم. مقداری از گوشتی که همراهش بود برید و به او داد و از آن محل نیز گذشت. ناگاه قطعه گوشت گندیده ای را دید. با خود گفت مطابق دستور خداوند از آن باید گریخت. پس از طی مراحل به خانه برگشت. شب در خواب به او گفتند مأموریت خود را خوب انجام دادی. آیا حکمت آن مأموریت را دانستی و فهمیدی چرا چنین مأموریتی به شما داده شد؟ پیامبر خدا پاسخ داد نه ندانستم. گفتند منظور از کوه غضب بود. انسان در هنگام غضب خیشتن را در برابر عظمت خشم گم می‌کند، ولی اگر شخصیت خود را حفظ کند و آتش غضب را خاموش سازد، عاقبت به صورت لقمه شیرین و لذیذ در خواهد آمد. و منظور از تشت طلا عمل صالح و کار نیک است. وقتی انسان آن را پنهان می‌کند، خداوند آن را آشکار می‌سازد تا بنده اش را با آن زینت و آرایش دهد. گذشته از این که اجر و پاداشی برای او در آخرت مقدر کرده است. و منظور از پرنده آدم پندگویی است که شما را پند و اندرز می‌دهد. باید او را پذیرفت و به سخنانش عمل کرد. و منظور از باز شکاری شخص نیازمندی است که نباید او را ناامید کرد. و منظور از گوشت گندیده غیبت و بدگویی پشت سر مردم است. باید از آن هم گریخت و نباید غیبت کسی را کرد.